البته در تمام این دوره ها این مبارزه ادامه داشته است، در عصرهای میانه ادامه داشته است، در دوره هم غزنویان و هم خوارزمشاهیان و همه تا آخر. و بعض مثال ها من یادداشت کردم ولی چون فشاری وقت سورا نمیگیم. شما میدونید ناصر خسرو چی گفت، چی موقع داشت؟ گفت که به ترکان سلجوقی گفت که من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی دوری لفظی در ایرا. یا نظامی چی گفت؟ ترکی صفتی وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. ای بس گفت اگر من اریستوکراتی تاجیک شعری ترکی نیستم خیفته بود. هر کو آن کس نسبی بلند آید آن را سخنی بلند باید. یعنی همیشه همون هویت خود را، خاص بودن خود را به هر سبب تاکید میکردن و این روند ادامه داشت تا سالهای 20 و 30 عصر گذشته که در برابر ترک گرایی و تاجیک ستیزی این حرکت ادامه داشت و استاد عینی یک ستون این مبارزه بودن. ایران شما میدونید استاد عینی واقعا یک بخش قهرمانی تاجیکستان بودنشان این مبارزه برای زبان است. اولین بار بخصوص در دوره استاد عینی بحثی تاجیکی و فارسی، تاجیکی و ترکی، بحث‌های هم تمدنی هم جغرافیایی هم سیاسی بود و استاد عینی و تمامی نزاکت این بحث‌ها رو به نفع ملت تاجیک تو توانست حل کرد و شاگردان اونا علامه غفورов با استاد ترسونزاده. ولی یک چیزی عجیب که سال 1926 بینه از همین تاجیکستان پنترکستان یک مکتوب به وزیر کارهای خارجه روسیه یا SSR چیچرین نوشته از بالای نصرت الله مخصوم شکایت کردن. در این مکتوب گفتن که ما میریم دوشنبه، ما را از مسکو روان میکنن، خیلی یهود و ترک و آذری و روس می اومدن اینجا کار کنی جمهوری نو. گفتن که ما میریم دوشنبه، این نصرت الله مخصوم مجبور میکند که تاجیکی را یاد گیرید و مجبور میکند که کارگزاری دولتی تاجیکی باشد. برای همین از بالا شکایت میکنه. گفته است که این یک ملیگرای اشدی تاجیک است و این را باید جزا دهیم. یعنی اولین همین حکمی نصرت الله مخصوم که آغاز همین دشمنی خلق اعلام کردن شد، بعداً در سالی 12 سال بعدش کشته شد. میگیم که یعنی همین خیلی شکایت، همین مکتوب چی را میرساند؟ هم مکتوبی را میرساند که یعنی نصرت الله مخصوم نیز همین موقع داشته است که در تاجیکستان در اداره در کارگزاری به زبان تاجیکی گپ زن. این در دوره شوروی. پس اینا وقتی که اینا کشته شدن برای همین ارزش‌ها کشته شدن و قهرمانن برای همین ارزش‌ها قهرمانن. و یا اینکه در دوره بعداً در سالهای 70 و 80 یک نهضت یا حرکت بزرگی فرهنگی و ارزشی ملی شروع شد که در محور اون هم زبان میستاد. استاد قناعت، استاد لایق شیرعلی، خانم گل رخسار، استاد بازار صابر در این وقت او مکتب عینی و ترسونزاده را در یک سطحی بسیار آشکارتر ادامه دادن و نمون شعر اسطوروی استاد بازار صابر زبانی مادری سال 1975 سروده شده است. این یگان شعر دوره بازسازی یا دوره استقلال نیست. بنابراین اون در سال 1975 که اوج قدرت شوروی بود، استاد بازار صابر گفت که در حد و سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. یعنی که این یک اعتراض به تمام تقسیمات ملی معموری، به تمام اون تقسیماتی که در آسیای مرکزی شده بود. بازار صابر گفت که ملت سرحدی تاجیک زبانی، یعنی آن حدودهایی که زندگی میکند همون از سرحدی ما. این گپی یا سخنی بسیار جدی بود در برابر ایدئولوژی شوروی در همون زمان. اگر امروز ما هممون میگیم این هیچ مشکلی ندارد، ولی اون وقت برای این سخن میتونست زندان شد. ولی گفت که در حد و سرحد شناسی جهان سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است. این بسیار اعلامیه جدی بود. و البته اوج این مبارزه این بود که سال 89
قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی شدن تاجیکی قبول شد و زبان به تخت قانونیت و رسمیت نشست و از این رو ما اگر این بخشی سرنوشت تاریخی زبان رو از نظر سیاسی جنبست کنیم میبینیم که زبان ما همچو یک قهرمان ملی، همچو یک پرچم بلند، همچو یک سلاح مبارزه استقلال خواهی نقش خود را اجرا کرد و رسالت تاریخی خود را اجرا کرد. چرا این برای ما مهم است؟ مثلا بینید که همین مقدمه یا دیباچه گلستان سعدی یکی از زیباترین، اگر از من پرسن زیباترین آفریده نثر در زبان فارسی و تاجیکی همین دیباچه گلستان سعدی است. هیچ متن از این زیباتر نیست. یعنی در او سعدی داد هنر را داده است، زبان رو چنان با چی مهارت تابانده است که گویا که خیلی که حافظ میگفت دلبر که در کف او موم است سنگ خارا، یعنی گویا سنگ در کفش مثل موم بوده است، چیزی خواسته ساخته است. ولی انا همین دیباچه گلستان وقتی میخونیم یک حسی دوگانه هست. حس اول افتخار از این که این چقدر زیباست، چه آفرینش نفیس است، این زبان چه قدرت دارد برای آفریدن. ولی حس دوم این است که همین متن زیبا را سعدی بزرگوار در شرایط نبودن دولت ملی برای یک امیری ترک محلی بخشیده است و یک امیری حاکمی محلی شیراز ابوبکر ابن سعد زنگی بخشیده است. و همون پاره های بزرگی توصیفی که ما امروز گاه برای همدیگر همچو پند و نصیحت میخونیم، در اصل پند و نصیحت نیست، در اصل ستایشی همون حاکم شیراز است. وقتی میگه که پشت دوتای فلک راست شد از خرمی تا چطور فرزند زاد مادر ایام را. این بسیار واهمه است. ببینید یعنی که پشت آسمان گویا راست شد وقتی تو تولد شدی، پشت دوتای فلک راست شد از خرمی تا چطور فرزند زاد مادر ایام را. حکمتی محض است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده مصلحت عام را. این خیلی گپ در وصف اون پیامبر گفته میشد و آخرش میگه زنده و جاوید ماند هر که نکو نام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام رو. حالا ما در روز مرده ها میگیم، در روز جشن ها میگیم، فکر میکنیم این یک گپی پند و اخلاقی است، ولی در اصل همین رو در وصف اتابک زنگی گفته است که تو الان خیلی آدمی از ذکر نیک تو میماند. یا اینکه همون بیت بزرگی که ما داریم گلی خوشبوی در حمام روز خست رسید از دست معشوق به دستم، بدو گفتم که مشک یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن لحظه با گل نشستم کمالی همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. در همه محفل ها میخونیم میگیم که کمال همنشین این نیروی بزرگ است، با دوستی خوب نشین، کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. اما در گلستانی چه خیلی آمده است در خودی کانتکست. سعدی میگه که چون من در دربار تو آمدم ای امیری ترک شیراز، با تو همنشین شدم، کمال تو همنشینی تو مرا سعدی کرد. یعنی بینید که همین حالت هم افتخار به او زیبایی بزرگی زبان است، هم فاجعه است که همین آفریده بزرگی زبانی را پایانداز حریر را پیش پای همین امیری بیگانه باید بریزد. این فرقی دوره استقلال و صاحب دولت بودن از دوره صاحب دولت نبودن. بنابراین وقتی ما میگیم که در دوره استقلال زبان صاحب پشتوانه دولتی شد و زبان صاحب خود را یافت، این یک حرف بسیار جدی است. و این روز دیگر به قول ناصر خسرو زبان را، هنر را، ادبیات را، آفرینش را در پای بیگانگان ریختن
ضرور نیست، چون که دولت ملی خودش پشتیبانی زبانی ملی است. این فرق اساسی دوره استقلالیت از تمام دوره پیشینه در مسئله زبان.